پوست صاف و آینه‌ای میخوام. ویتامین ای و خیار رنده شده رو با آلوه رو ترکیب کن، هفته 3 بار به پوستت بزن، پوستت عالی میشه. موجه و ابروی پر و بلند میخوام. ببین یه بار تقویت موجه ابروی فارماسی رو امتحان کن، ابروهات و موجهات پر و بلند میشه، بعد قدش هم اصلا ریزش نداری. پوست بدون لک میخوام. ترکیب ماست و زردچوبه رو هفته 3 بار بزن به پوستت، معجزه میکنه برات. موهای براق و سالم میخوام. خب این که کاری نداره، از شامپو ماسک لایتنس اورجینالش استفاده کن، بعد یک بار استفاده انگار که موهاتو کراتین و بوتاکس کردی. ترمیم کننده و احیا کننده موهاتو نرم و ابریشمی میکنه. مو بدون موخوره میخوام. برای موهای بدون موخوره از روغن آرگان بیوکسین استفاده کن. موخوره موهاتو کامل از بین میبره، موهاتو نرم و لخت میکنه و بعد حمام بسیار موهاتو شاینی و خوشگل میکنه. چیکار کنم همیشه خوشگل باشم؟ 100% پیج منو فالو داشته باش، چون من کلی ترفندهای زیبایی به هدیات میدم. در کنارش کلی محصولات اورجینال تو پیجم دارم.